سلام خدمت کاربران عزیز. من حمیدرضا هستم، مؤسس کافینت همراه. کافینت همراه به غیر از خدمات کافینتی، خدمات کسب درآمدی هم ارائه میدن و در این قسمت میخوام بهتون آموزش بدم. دوستانی که قبلا توکن داکس دریافت کردن، طبق آخرین خبر و فعالسازی برداشت چطوری باید برداشت کنن. ما وارد ربات داکس میشیم. در این صفحه باید به ولتمون وصل بشیم. بهترین ولت در حال حاضر برای ما ایرانیان تونکیپر هست که من رو گزینه کانکت ولت میزنم. تونکیپر رو انتخاب میکنم. این پایین باید از قبل نصب داشته باشیم یا انتخاب میکنیم نصب میکنیم. من از قبل دارم. صبر میکنیم که لود بشه. خب در این قسمت مشاهده میکنیم که این گزینه رو فلش میزنیم و ولتمون رو انتخاب میکنیم. همونطور که من چند تا ولت دارم، یکی از ولت ها رو انتخاب میکنم که برای این گذاشتم و کانکت ولت رو میزنم. اثر انگشت، تایید نهایی. دوباره به تلگرام برمیگردیم، وارد ربات داکس میشیم و منتظر میشیم که ولتمون وصل بشه. همینطور که میبینیم ولتمون وصل شد. این بالا نمایش داده شد و این پایین میتونیم کلیم رو بزنیم و برداشت کنیم. روی این گزینه کلیم بزنید. خب اینجا ما میتونیم 1.75% کارمزد پرداخت کنیم و 72 ساعت توکنمون رو دریافت کنیم، یا اینکه پولی ندیم و رایگان 3 هفته دیگه دریافت کنیم که من رایگان رو انتخاب میکنم. مرحله بعد میرم و اینجا تایید میکنم که 3 هفته دیگه دریافت کنم. اینجا آدرسم و مقدار توکنم و مدتم رو چک میکنم و لوکس کد رو میزنم. گزینه آخری. اینجا هم تایید میکنم که من قبول دارم. یکم زمان میبره که تایید بشه. چند باری باید به دلیل شلوغی درگاه ارور داده میشه. چند باری که بزنیم تایید میشه. موفق و پیروز باشید.